انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتواند تا 4 سوال جواب نگه. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیم افنا، خدا میپرسد چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال های برادران، این قسم به بزرگی خدا این منظره نشود، این فرموده های، این یکون انیکدوت نیست. فیم افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را، کود در کجا صرف کردی، چخیل کردی، همه اینها را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگار را خیلی مقصد من خیلی زنا کردم، من رقص نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز.